ناپدید شدن شاه زیر سر سفارت روس باشد. نه، آنها که خزر تو مشتشان هست. چه کاری دارم با جان شاه؟ گمان میکنم میرزا وصیت پتر کبیر یادتان رفته است. آنها آبهای گرم جنوب را میخواهند، فقط به دریای خزر بسنده نمیکنند. جملاتتان به مانند همیشه تأمل برانگیز است، ولی ما فکر میکنیم هر بخاری که بلند میشود از مطبخ سفارت انگلیس است. چه در سر داری میرزا؟ دریای خزر را که به روس‌ها بخشیدیم، ما حاضریم خلیج فارس را هم به انگلیس‌ها بدهیم، به شرط آنکه همین تخت مرمر را به ما بدهند. شما نمیخواهید بانوی این قصر باشید؟ شما همیشه ما را ذوق زده میکنید میرزا.